faces, but I don't know all the names. Circus. شروع دیگه لالی برا پیشی برو out as miss pass hey go محمد یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. خب تیم ملی افغانستان امروز با چه آمادگی ها آمده است به دوشنبه؟ به شما بهتر معلوم است که تیم ملی فوتبال افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات چالش کپ آسیا که در مالدیو است آمادگی های خود میگیره که یک بازی دوستانه یک کمپ تمرینی در کشور برادر دوست تاجیکستان داره که فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک فدراسیون بسیار فعال و فدراسیون مثل برادر هستند، هم زبان هستند، هم دین هستند، هم مذهب هستند. ارتباطات و تعلقات بسیار نیک فدراسیون‌های ما داره. به می ارتباط بازی دوستانه رفیقانه را تیم ملی فوتبال تاجیکستان و تیم ملی فوتبال افغانستان جهت آمادگی تیم افغانستان برای مسابقات چالش کپ روز یکشنبه در استادیوم مرکزی تیم ملی فوتبال افغانستان با تاجیکستان انجام خواهد میده. هدف از بازی دوستی، برادری، همبستگی و همچنین ارتقای ظرفیت‌های فوتبال از دو کشور می باشه.